همسر گرامی نرگس محمدی که جایزه نوبل را برنده شدند، جناب آقای تقی رحمانی، با آنکه ضد شاه و پادشاهی هستند، در برابر شاه سوئد به گونه‌ای عجیب تا کمر خم میشن و با ایشان دست میدهند. و من با دیدن این صحنه عجیب این سوال را از جناب تقی رحمانی دارم. پیش از آن اما میخواهم این را بگویم که با بوسیدن دست بسیار مخالفم، مگر آنکه دست عزیزی باشد که نه برای زر و جاه و زور و مقام، که از سر عشق دو قلب دو دل، یا عشق در برابر کسی که برای میهن، برای انسانیت، برای جهان زحمتی کشیده باشد، یا دست مادری. غیر از این هر بوسه دیگری برای رسیدن به جایگاهی است و برای به دست آوردن زری است و برای دیده شدن جور دیگری است در نگاه من. با خودی یک جور و با اغیار جور، رحم کن بر ما تقی جان گر که ما، رحم کن بر ما تقی جان گر که ما حرف بی جا میزنیم گاهی به حق. زان که تصویری بدیدیم از شما، نزد شاهی گشته خم چون مستحق. با خود اندیشه تعجب کرده ایم، این تقی آقای ضد پادشاه بر چه سنگی خورده سر کین گونه وی، گشته عاقل پایش افتاده به راه. یا که فرقی هست میان هر دو دست، دست شاه میهنی با شاه غیر. دست این را می نهی در زیر سنگ، می کنی با دست او تا ماه سیر. البته در باورم این بود و هست، دوره بوسه به دست آمد به سر. این زمان اما تعجب می کنم، خم شدن یا بوسه با چشمان تر. این میان گر صحبت زور است و زر، من نمیدانم ز آن بیگانه ام. لیک گر بوسه زنم در نزد خود، احترامم واجب است در خانه ام. احترام دیگران بس لازم است، احترام اما به خود بس برتر است. با خودی یک جور و با اغیار جور، این دگر در دید من خود آخر است. با خودی یک جور و با اغیار جور،
این دگر در دید من خود آخر است. شما که حرمت عشق و شکستید، کمر به کشتن عاطفه بستید. شما که روی دل قیمت گذاشتید، که حرمت عشق و نگر نداشتید. مجید رحیمی 23 دسامبر 2023 مونیخ.